این هفته خبر تو خبر داره براتون از پیش لرزه های تحولات جدید دنیا که هنوز هیچی نشده. عظما رو برده رو ویبره و داره رشته هاش رو پنبه میکنه. وقتی گردن خامنه میره لای گیره و زوار نظامش در میره، اون وقتی که از تو درون همین نظام سر و صداهای بلند میشه که خودش خیلی معنی داره. نبود زندانی سیاسی در کشور، نبود شکنجه، آزادی انتخابات، حاکمیت قانون، اینا خواسته های انقلاب اسلامی بوده. بنابراین حاکمیت جمهوری اسلامی مجبور هستش. گوش بدین پاسخهای آقای دکتر رو گوش بدین. پاسخهای آقای دکتر. کسانی که منظم صحبت از دشمنی با آمریکا میکنن، یک بار شما ازشون نمیشنوید که از آزادی مطبوعات صحبت کنن، از آزادی زندانیان سیاسی صحبت کنن. یادتونه شیخ فری چند وقت پیش دلواپسا رو به کودکانی تشبیه کرد که اومدن دنبال سیب و گلابی؟ حالا ببینید دلواپسا چی براش درست کردن. در مورد فرمودهای آقای روحانی اینو بگم، اگه قرار باقی رو گرفته باشیم، پس گرفته باشیم از این کسایی که باغمون رو قبلا گرفتن، اگه قرار سهمی به ما برسه، ایشون میگن دم در چند نفر واسه ما میگن به ما سیم و گلابی بدید. این چند نفر اگه مردم باشن، اینو بدونید که همون آقازاده هاشون، همون پسراشون نمیذارن اونم به ما برسه. الان شما اطلاعات داشته باشید ماه به ماه گند یکشون در میاد. کیه بگیر که چند هزار میلیارد جابجا شده؟ این همون سیب و گلابیه که سهم مردمه. یک عده کودک به دم درب باغ آمدند و میگویند سیب و گلابی کجاست؟ مسئله زده که مردم رو بازم سر کار بزن. این دفعه رفت تو گلابی اقتصاد ما، مملکت ما رفت رو گلابی. در حقیقت ما کسی که ببخشید خیلی پپست بهش بگیم گلابی. این هم از آخر عاقبت زرخوری بیدنده و ترمز شیخ فری. یه عدم این وسط هستن که بی خیال این حرفا دنبال پر کردن جیبای گشاد خودشونن. یکیشون این دراکولای قضایی آخوندا، یعنی مم صادق لاریجانیه که تازه فقط یه گوشه از دزدیاش داره رو میشه. در روزهای اخیر اخبار و شایعاتی درباره افتتاح حساب‌های متعدد شخصی به نام رئیس محترم قوه قضاییه در فضای مجازی و حقیقی منتشر شده است. این اخبار و شایعات موجبات سوء استفاده رسانه‌های بیگانه و مشوه نشان دادن جلوه دستگاه‌های حاکمیتی نظام جمهوری اسلامی را فراهم ساخته. تو این وضعیت دل بسیجی‌ها یه جوری شده و تنها راهی که براشون مونده اینه که برن سوریه بترکن. دلم صبوریه چقدر شهید دارن میارن از تو سوریه، چقدر شهید دارن میارن از تو سوریه. منم باید برم، آره برم سلام بره. ببینید کار به کجا کشیده که دیگه روزخونی‌های عظما هم جواب نداره و حالا این بزبز قندی هم به ریشش میخنده. همین کارهایی که میکنن، جلو دوربین میرقصه، ملق میزنه، اگر بهش بگن لباساتم دریا در میارن، اینا اینجوریه. هر کاری لازم باشه میکنن. گریه میکنن، گریه مصنوعی الکی. شیخ فری یه خاطره از عنتری رو کرد تا خودش رو بالا بکشه، اما کل نظام رو برد زیر اخیه. ایشون یه بحثی شروع کرد که میخوان پرونده ما رو ببرند در شورای حکام. نظرت چیه؟ چطور میشه؟ من گفتم بله قاعدتا میره در شورای حکام و ممکنه یه همچون نظراتی در شورای حکام داده بشه. ایشون گفت چرا شورای حکام علیه ما رأی میده؟
به هر حال شورای حکام اونجا آژانس هست، تشکیلاتی است، به هر حال پولش غربی‌ها تامین میکنن، غربی‌ها حضور دارن اونجا، معلومه نظرات اونها حاکمه. گفت که چقدر خرج آژانس چقدر در سال؟ گفتم که من نمیدونم، واقعا هم نمیدونستم من چقدره. گفتم من نمیدونم، مثلا 100 میلیون 150 میلیون دلار رو دقیق نمیدونم. ایشون گفت که الان برو به البرادعی زنگ بزن، بگو از این به بعد ما کل پول آژانس ما میدیم. اینم یه اعتراف دیگه از دلقک نظام که نشون میده بازار مفتخوری تو نظام چقدر سکه است. نیت من اینه که مثلا مرجع تقلید بشن. حالا نشدم وسط راه متوجه شدم ما پزشک اطفال داریم، چرا آخوند اطفال نداشته باشیم؟ دست از حوزه کشیدم، رفتم تخت سیاه گشتم برای بچه‌ها درس دادم. نیتم این بود که مرجع تقلید بشم، بری شدم معلم نسل نو. خدا ثواب مرجع تقلید به من میده، من بود قصه بخورم. چرا بو علی سینا نیستم؟ چرا مرجع تقلید نیستم؟ این حاج آقا زیگزاگ دوزم میخواد ترس عظما رو از دشمنای نظام نشون بده. ببینید کجا رو به کجا میدوزه، اونم به صورت زیگزاگ. که اگر ما هم 1400 سال پیش بودیم احتمال داره اونوری بودیم یا تماشاچی بودیم. مرحله اول حب دنیا میل به دنیاست. دور و برمون نگاه کنیم ببینیم چقدر میل داریم. متاسفانه با جمهوری اسلامی که امروز نماینده حق در اصل غیبت مبارزه میکنن، با ولایت مبارزه میکنن برای 2000 دنیا، فتنه به پا میکنن برای 2000 دنیا. میریم که داشته باشیم تجربه امام دجالان رو از زیرزمین جهنم، یعنی خودش رو تو آینه دیده داره برای بقیه تعریف میکنه. وقتی معمم ملا مهذب نباشد فسادش از همه کس بیشتر. در بعضی روایات هست که در جهنم بعضی ها اهل جهنم از تعفن بعض روحانیین در عذاب هستند. اینم یه موج سوار حرفه‌ای که میخواد اینجوری یادی بکنه از امام موج سوارا، یعنی خمینی. این حاج آقا لواشک هم هر چی گشته موضوعی برای فک جنبونی پیدا نکرده، رفته از ته خورجینش یه سوژه پیدا کرده که جون میده برای مشنگستان. برای کسایی که سالمن اما دوست دارن علاوه بر دختر که رحمت خدا هست پسرم داشته باشن. خب اینجا هر روز بعد از ظهر یک دونه انار میخوش یا انار ترش حضرت خانومش بخوره با پرده نازک رو دونه ها. اما شوهر گرامی حضرت خانوم یک روز در میون نهارها خاگینه، یعنی تخم مرغ با پیاز و روغن زیتون، این ستاره قاطی میکنه، شعله گاز روشن میکنه، دائما این ستاره هم بزنه. وقتی که پخت حالا شوهر یک روز در میون نهار اینجوری بخوره. و حالا این شما و این جهش معجزه آسای نظام به آن سوی فمینیسم، نجم آرپیجی گزارش میدهد. خانم ها اگر 8 سال دفاع مقدس و در جنگ های دیگر پشت صحنه هستند و پشتیبانی میکردند، اکثرا امروز اونها افسران خط مقدم هستند و اونها هستند که در جنگ نرم و در این جهاد کبیر باید کاملا هم دشمن رو بشناسند، راه های نفوذ دشمن. این رسالت خانم های ما هست. باید به این گفت اینقدر بیدنده و ترمز گاز نده، یه وقت به این سرنوشت دوچار میشی یا وقتی طرحهای سرکوب و حجاب و عفاف و این حرفا به ته خط میرسه، اون وقت یه چنین فکر بکری از کله این آخوند بی عمامه میزنه بیرون. تازه مثل ولی فقیهش بی‌طلا رو هم میشناسه. ما حتی میتونیم دوره بذاریم
دوره بذاریم بعضی از این خانوما برن کشورهای خارج از ایران رو ببینن، پانک ها و نمیدونم چیا، بیتل ها و در طول تاریخ بوده دیگه. از اون طریقا میخوان جلب توجه بکنن یا اعتراض خودشون نشون بدن. چرا ما اینها رو معیار خودمون قرار بدیم؟ توی طبق روایات میگه حیا در مرد 5 در زن 10. تیوی ریش خواسته برنامه جذاب درست کنه، گشته یه سوژه ولایت پسند پیدا کرده، فرو کردن آدمای زنده تو قبر. اینکه میخوان با خوابیدن توی قبر خودشونو محک بزنن. در پایان توجه شما رو به هنرنمایی این جوون جلب می‌کنیم که یک گیتار برقی رو کامل قورت داده.